5 تا قابلیت مهم آیفون که حتما باید بدونی. وارد ستینگ میشی، بخش اکسسیبیلیتی، بخش تاچ، برو رو گزینه آخر بک تپ، گزینه دابل تپ رو بذار روی اسکرین شات، گزینه تریپل تپ رو بذار روی لاک اسکرین. حالا با 2 بار زدن پشت گوشی اسکرین شات میگیره، با 3 بار زدن صفحت قفل میشه. وارد ستینگ شو، اون بالا سرچ، شیک و سرچ بزن، وارد شو و شیک تو آندو رو روشن کن. حالا هر عکسی، هر متنی اگر دستت گرفت دیلیت شد، میتونی با یه تکون دادن آندو همه اون عکس و متنا رو برگردونی. اگر داخل ماشین حساب عددی رو اشتباه زدی، کلا پاکش نکن، میتونی از انتها به سمت چپ بکشی و اون عدد دونه دونه حذف کنی. موقعی که میخوای شماره هایی که سیو داری بهت زنگ بزنن و شماره های ناشناس رو روی رد تماس بذاری، فقط کافیه وارد ستینگ بشی، بخش فون و سایلنس رو روشن کنی. گاهی گوشیت ازت دوره یا دستت بنده، وقتی گوشیت زنگ میخوره نمیدونی کیه و اسمشو میخوای بدونی، کافیه وارد ستینگ بشی، بخش فون، این گزینه رو آلویز بذار. از الان هر کی بهت زنگ میزنه اسمشو برات تکرار میکنه.